اجتماعی کیه؟ دوست اجتماعی و موبایل 2 قاتل رابطه میتونن باشن. بهتون پیشنهاد میکنم که وقتی که یه رابطه شروع میکنید، وقتی ازدواج میکنید، باید یک سری رفتارهایی که مال دوران تنهایی و مجردیتونه بذارید کنار. یعنی صرفا ازدواج نکنید که تشکیل خانواده بدید و بچه دار بشید. ازدواج کنید برای اینکه قراره به یک نفر متعهد بمونید و احیانا گوشیتون از اون حالت خیلی شخصی خارج بشه و دوست اجتماعیتون هم دائم ملاقات نکنید. اینکه دوست اجتماعی منتظر اینه در یه فرصتی به شما نزدیک بشه و اصلا دوست اجتماعی داشتن کاملا ممنوعه، نه. من اینو به این دلیل رد میکنم چون که شما نقش مهمی دارید در اینکه دوست اجتماعی شما چه رابطه‌ای با شما داشته باشه و اصلا بتونه چقدر به شما نزدیک بشه. بنابراین هرچی هم ایشون قصد شوم داشته باشه شما میتونید مدیریتش کنید، ولی باید رابطتون براتون مهم باشه و همسر و پارتنرتون با دوست اجتماعی که همجنس خودشه موافق باشه و اگه موافق نباشه متاسفم که بهتون بگم حق با ایشونه.